مرد را دیدن که همسر ندارد. بعد گفتن که انما یمنعک من التزویج عجز او فجور. تو گفتن تو برای که خانه‌دار نمیشی دو چیز است، یعنی سبب اساسی دو چیز است که خانه‌دار نمیشی، یا عجز یا تو ناتوان هستی، یعنی مردیت بیمار هست، از نگاه مردی تو بیمار هستی، عاجز هستی، یا اینکه تو فاجر هستی، تو فاسق هستی، یعنی دست به گناه میزنی. از همین هر دو یک طرف دنیا مانند یک روز است. حضرت آدم علیه السلام در وقتی از آن بامداد به دنیا آمده باشند، حضرت محمد علیه السلام در وقت عصر بودند و در وقت شام دنیا به آخر میرسه، قیامت میشه. شما زنهای تولد کننده و دوست دارنده را خوانده باشید، یعنی زنهایی که سر تولد هستند و زنهایی که برای شوهرانشان مهر میدهند، شوهران خود را دوست می‌دارند، این گونه زنها را خوانده باشید. از کجا ما می‌دانیم که این زن سر تولد و محبت به شوهر پیدا می‌کند؟ و نکاح واقعا یک مقام عالی در برپا کردن حیات مستقیم. کسی اگر حیات درست، حیات خوشبختی خواهد برپا کند، باید نکاح بکند. آیا می‌خواهید قرآن را درست و زیبا تلاوت کنید؟ آموزش قاعده‌های تجوید از اساس تا سطح پیشرفته، اصلاح تلفظ و مخارج حرف‌ها، درس‌ها با شرح و مشق‌های عملی، نظارت پیشرفت دانشجویان، بهترین شما کسی است که قرآن را می‌آموزد و به دیگران می‌آموزاند. برای ثبت نام و گرفتن معلومات بیشتر در کامنتر کلمه تجوید نویسید. قرآن را همان گونه بخوانید که نازل شده است. اکادمی القلوب مرکز تعلیمی است که تأسیس داده شده است تا زنان، مردان و کودکان بتوانند قرآن و زبان عربی را در محیط آرام و احترامانه آموزند. هدف ما تنها آموزاندن قرائت درست قرآن با تجوید نیست، بلکه همچنین دادن اعتماد، هوسمندی و محبت به کلام الله می باشد. در اینجا شما را استادانی با دقت، کورس‌های منظم آنلاین و محیط الهام بخش انتظار است که انسان را به آموزش تشویق می‌کند. پیامبر الله صلی الله علیه و سلم فرمودند بهترین شما کسی است که قرآن را می‌آموزد و آن را به دیگران می‌آموزاند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد و علی آله و اصحابه و اتباعه اجمعین. اما بعد، الزواج تاج الفضیله. ازدواج، خانه‌دار شدن، این تاج فضیلت است. نکاح کردن، خانه‌دار شدن، این تاج فضیلت است. تاج فضیلت به معنای که از همه عالی ترین مقام فضیلت برای پاک بودن، و این اصل هشتم است که علامه بکر ابوزید رحمت الله علیه در کتاب حراست الفضیله، حراست فضیلت، در آن دو فصل است. فصل اول 10 اصلها را در بر میگیرد که اون اصلها برای حمایه فضیلت آمده است. شأن و شرف و فضیلت انسان علل خصوص زن را حمایت میکند که ما در صحبت‌های پیشین آیدی بعضی از آن اصلها برای شما گوشرس کردیم. و اصل هشتم، نکاح، خانه‌دار شوی، این تاج فضیلت است، برای آنکه این راه پاکی هست. الله سبحانه و تعالی انسان را آفرید و در جسم او غریزه شهوت داد. چه مردها چه زنها خواهش شهوانی دارند. چطوری که حاجت به خوردن و نوشیدن دارند، اینچنین حاجت اخراج شهوت دارند. بنابراین الله تعالی راه حلال را، و نه فقط حلال بلکه حلال مثمر، حلال ثمرناک، حلال فایده‌ناک را برای ما راهنمایی کرد. در سوره رعد الله تعالی خبر می‌دهد ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا و ذریه. ای پیغمبر،
صلی الله علیه وسلم. در حقیقت ما پیش از شما دیگر پیغمبرها فرستانیده بودیم و برای آنها همسران و فرزندها عطا کردیم. خب برای ما چی؟ یعنی این فقط مجردی خبر نیست برادران عزیز. الله تعالی در این سوره رعد و پیغمبر صلی الله علیه وسلم و همزمان برای امتشان خبر داده ایستاده است که ما پیش از تو دیگر پیغمبرها را فرستانیده بودیم، برای آنها همسرهای و فرزندها دادیم. یعنی این مجردی خبر نیست، مجردی نقل تاریخ نیست، بلکه خیلی که الله سبحانه و تعالی در سوره انعام میفرماید اولئک الذین هدی الله، اینها یعنی پیغمبرها شخصیت هایی بودند که الله تعالی آنها را برای راست هدایت کرد، فبهداه مقتدی، پس شما هم پیروی از آنها کنید، راهی راستی که آنها داده شدن شما پیروی کنید به آن راه راست. یعنی مادامی که پیغمبرها صاحبان همسر بودند و صاحبان فرزند بودند، شما هم عائله دار شوید، همسر باید داشته باشید و فرزند داشته باشید. و واقعا از سبب مهم بودن کتاب نکاح و این عقد مبارک اکثر محدثین و فقها کتاب نکاح را از کتاب جهاد مقدم آوردند. در کتاب‌های فقه و در کتاب‌های حدیث مثلا اکثر علما با کتاب طهارت شروع میکنند، علل خصوص فقها. برای چی به طهارت شروع میکنن؟ برای آنکه نماز ستون دین است و طهارت کلید نماز است. بنابراین اول احکام طهارت، بعد از آن نماز، بعد از آن زکات، بعد از آن روزه و حج، این عبادات است، یعنی بین بنده و بین الله تعالی. سپس به معاملات شروع میکنن. اکثر علما با کتاب‌های نکاح و طلاق شروع میکنن، چون که همه باید خانه‌دار شد. بعضی علما با کتاب بیوع شروع میکنن، خرید و فروش، چون که روزی نیست که انسان نخرد یا نفروشد، یه چیز میخرد یه چیز میفروشد. بنابراین احکام خرید و فروش را ذکر میکنن. و اکثر علما از محدثین و فقها کتاب نکاح را از کتاب جهاد مقدم آوردن. برای چی؟ برای چی این کار کرده؟ هر یک کاری که علما میکنن دلیل دارد، تکیه به حدیث، تکیه به آیات میکنن. برای چی این کار را کردن؟ علامه میگویند که ولأن الجهاد لا يكون الا بالرجال، چون که جهاد با مردها برپا کرده میشود. یعنی جهاد به زنها فرض نیست. در جهاد راهبر جنگ حاجت به عسکرها دارد که آنها عبارت از مرد هستند. ولا طریق له الا بالزواج، و یگان راه زیاد کردن مردها نیست مگر هم با راه نکاح. نکاح که شد فرزندها میشد. او خیلی که حضرت سلیمان علیه السلام در یک حدیث می آید، پیامبر صلی الله علیه و آله نقل کردن که حضرت سلیمان گفتند که امشب با 100 از همسرانم هم بستر می شوم، 100 مجاهدی در راه الله به دنیا می آید. گفتن ببینید، برای آنکه مجاهد به دنیا بیاید اول نکاح باید کرد. بنابراین مثال از محدثا امام مسلم رحمت الله علیه در صحیح خود کتاب نکاح را از کتاب جهاد مقدم آوردند. اینچنین امام ترمذی در جامع خود و امام ابو داود در سنن و ابن ماجه و غیره. و نکاح واقعا یک مقام عالی در برپا کردن حیات مستقیم. کسی اگر حیات درست، حیات خوشبختی خواهد برپا کند باید نکاح کند. و چون در نکاح مصلحت های عظیم هست، مصلحت به معنای فایده های بزرگ خوابیده هست در زیر این عقد مبارک.
و الحکم الکثیر، حکمت های بسیار هست. حکمت دارد برای چه الله تعالی به نکاح امر کرده است. و المقاصد الشریفه، مقصدهای نیک شریعت هست. و در این باره حدیث هم هست از حضرت انس رضی الله عنه خادم جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم میگن که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم چنین فرمودند: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الامم یوم القیامه. روایت احمد. شما زنهای تولد کننده و دوست دارنده را خانه‌دار شوید. یعنی زنهایی که سر تولد هستند و زنهایی که برای شوهرانشان مهر میدهند، شوهران خود را دوست می‌دارند، این گونه زنها را خانه‌دار شوید. از کجا ما می‌دانیم که این زن سر تولد و محبت به شوهر پیدا می‌کند؟ قیاساً به مادر و خاله و خواهرانش و عمش و همونها به قبیلش قیاساً گفتند. شما خانه‌دار شوید زنهای تولد میکردگی را، چون که من روز قیامت با بسیاری امتم فخر میکنم. واقعا یگان امت و امتی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم برابر نمیشود. پیامبر صلی الله علیه وسلم در یک حدیث گفتن که ما در وقت نماز عصر به دنیا اومدیم، به معنایی که اگر دنیا رو به یک روز مانند کنیم واقعا میشود مانندم کرد و مانندم کردند. دنیا مانند یک روز است. حضرت آدم علیه السلام در وقت اذان بامداد به دنیا آمده باشند، حضرت محمد علیه السلام در وقت عصر به دنیا آمدند و در وقت شام دنیا به آخر میرسد، قیامت میشه. ببینید اگر پیامبر صلی الله علیه و سلم در وقت نماز عصر به دنیا آمده باشند، حالا 1400 سال گذشت، ما الکی به نماز شام نزدیک هستیم، یعنی به قیامت نزدیک هستیم. و در دیگر حدیث گفتن که نحن الاخرون السابقون، ما آخر آمده مسابقه کردیم، پیشینه ها را گذشتیم. هم از جهت بسیار بودن امتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم، چون که پیشینه پیغمبرها مثلا اکثری پیغمبرها فقط به قبیله های یهود فرستانیده شدند، به یک منطقه های خاص. و کان النبی یبعث الى قومه خاصه، خیلی که در صحیح بخاری و مسلم ثابت است. گفتن که پیغمبرها برای قوم خودش خاص فرستانیده میشد. و بعثت الى الناس کافه، و من برای تمام بشریت فرستانیده شدم، تمام روی زمین، بلکه جین ها هم باید که اطاعت از پیغمبر صلی الله علیه و سلم کنند. ثقلین، برای دو ثقلین، برای دو خلق عظیم، انس و جن، جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم پیغمبر شدند صلوات الله و سلام علیه. و روز قیامت هم امتشون نسبت امتهای دیگر پیغمبرها زیاد است، بنابراین ترغیب به نکاح کردند. و این ترغیب به نکاح، خانه‌دار شدن، اصل چهارم را، این اصل هشتم است در کتاب حراست الفضیله، اصل چهارم را قوت می‌دهد که وای القرار فی البیوت بود. یکی از اصل‌های حمایه فضیلت زن قرار گرفتن آنها در خانه‌ها بود که در صحبت گذشته در این باره صحبت کردیم. لأن تکثیر النسل غیر مقصود لذاته، چون که زیاد کردن نسل فقط برای همین عدد زیاد شدن نه، لیکن مقصود با همراهی زیاد کردن عدد نسل اصلاح آنها، صلاح آنها، یعنی اونها فرزندان صالح باشند، مستقیم در راه صراط المستقیم باشند، صاحب تربیه باشند، در روحیه ایمانی نشأ نما یابند، تا اینکه خودشان صالح باشند و با دیگرها را اصلاح کنند و نور چشم پدر و مادر شوند. و این چونین بعد وفات پدر و مادر یک آثاری نیک از پدر و مادر
یک ذکری نیک از پدر و مادر و دعا کننده در حق پدر و مادر، همچون صدقه جاریه، عملهای اینها به روح پدر و مادر می رود. یعنی این فقط زیاد کردن فرزند نه، بلکه با مقصد تربیه نیک دادن فرزند الله تعالی و پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای نکاح و برای فرزنددار شوی برای همین خاطرها ترغیب کردند. و این زیاد شدن فرزند صالح و برای جامعه یک فرزند صالح تقدیم کردن از زنه که الخراجة الولاجه به دنیا نمی بیاد. خراجة الولاجه یعنی زنه که بسیار به کوچه می براید و بسیار به خانه می دراید، به معنی درآبرویی زیاد دارد. این وظیفه اساسی خودش این زنک ترک می کند. نه فرزند تربیه میکنه، نه فرزند تولد میکند. فرزند که تولد کرد مجبور است که در خانه موافق فرمان الله تعالی و قرن فی بیوتکن در خانه هاتان قرار گیرد، باید بشیند. یعنی این اصل ها همدیگر را قوت میدهد. و بر ذمه پدری کودک تأمین زندگی، تأمین لباس، تأمین خوراک الله تعالی بر ذمه پدر مشروع کرده است. و علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف در سوره بقره. و بر ذمه پدر خانواده رزق فرزندها و لباس فرزندها به معروف واگذار کرده شده است. اما بر ذمه زن تربیه آنها، اصلاح آنها، آموختن آنها و مشغول شدن با شؤون فرزندها هست. خب وله حکم و مقاصد، نکاح حکمت های بزرگ دارد و مقصدها دارد، از جمله زیاد کردن نسل و تولد شدن نوع بشریت. الله تعالی در سوره نساء میگوید که یا ایها الناس اتقوا ربکم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. ای مردم، شما از پروردگارتان بترسید، از اون پروردگاری که شما را از یک نفس آفرید، مراد حضرت آدم. و خلق منها زوجها، سپس از همین یک نفس همسرش را هم آفرید، یعنی حوا را. و بث منهما، از هر دوی اینها در روی زمین مردهای زیاد و زنهای زیاد را پراکنده کرد. یعنی محض به واسطه نکاح انسانیت زیاد شد. امروز به 8 میلیارد رسید است. روزی بود فقط حضرت آدم بودن، روزی بود بعد همسرشان بود، بعد آهسته فرزنددار شدن. زمان حضرت نوح تمام فرزندان آدم که به الله تعالی و به پیغمبرش ایمان آورده بود یا شریک می آوردند، همراهی ایمانشان بت پرستش میکردند، اونا هلاک شدند غیر 80 نفر. از زمان نوح باز نسل انسانیت به واسطه نکاح می سبزید تا زمان ما و تا روز قیامت. این یکی از مقصدهای نکاح است که زیاد شدن نسل انسانیت است. مقصد اول. مقصد دوم حفظ العرض، حمایه آبرو. چخیر حمایه آبرو؟ وقتی که دخترش را کسی به شوهر میدهد، به قول مردم به آبرو به شوهر داده است. یعنی به شوهر حلال و پاک داد، دیگه خاطراش جمع است. و اگر نکاح که نباشد احتمال آبروی پدر، عمک، تقا، برادرها ریختنش است، در صورت دست زدن زن به کار گناه. بنابراین در نکاح حفظ عرض است، حفظ آبروی چندین مردها است که آبروی آنها از خونشان قیمت‌تر بود. و صیانت الفرج، حمایه ناموس. و هذا یقتضی تحریم الزنا و وسائله. و این یعنی برای چی الله تعالی نکاح را مشروع کرد؟ این طلبات میکند که حرام بودن زنا و وسایل زنا را تقاضا میکند از ما. حضرت عمر رضی الله عنه
امیر مومنین ها یا مردی را دیدن که همسر ندارد. بعد گفتن که انما یمنعک من التزویج عجز او فجور. تو گفتن برای چی خانه‌دار نمیشی؟ دو چیز است، یعنی سببی اساسی دو چیز است که تو خانه‌دار نمیشی، یا عجز یا تو ناتوان هستی، یعنی مردیت بیمار هست، از نگاه مردی تو بیمار هستی، عاجز هستی، یا اینکه تو فاجر هستی، گفتم تو فاسق هستی، یعنی دست به گناه میزنی. از همین هر دو یک تا گفتم. یعنی که چی؟ ترغیب به نکاح کردن. این اثر را ابن ابی شیبه در مصنفش روایت کرده است، حافظ ابن حجر در فتح الباری همین گونه نقل کرده. و یکی از مقصدهای دیگر نکاح این یک سکنی باشد، یک خانه باشد که در آنجا شوهر و همسر آرام گیرند. بنابراین میگن که خانه‌دار شده است یا یعنی که چی؟ ترغیب به نکاح کردن. این اثر را ابن ابی شیبه در مصنفش روایت کرده است، حافظ ابن حجر در فتح الباری همین گونه نقل کرده. و یکی از مقصدهای دیگر نکاح این یک سکنی باشد، یک خانه باشد که در آنجا شوهر و همسر آرام گیرند. بنابراین میگن که خانه‌دار شده است یا خانه‌دار شده است. خانه‌دار نمیشی و مقصدی خانه اساساً همان وقت حاجت انسان زیاد میشد که همسر داشته باشد، چون که همسرش رو باید از چشم دیگران باید به واسطه خانه که یکی از نوع حجاب است بپوشد. پرده هست خانه. و الله تعالی ما شما را به نکاح امر کرده است، به کاری گنده امر کرده است، به نکاح فرمان داده است، با ترغیب کرده است، با وعده داده است. وعده چی داده است؟ وعده دفع کمبغلی، دفع احتیاج، وعده بایشوی را کرده است. در سوره نور آیت 32 الله تعالی میگوید که و انکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقراء یغنیهم الله من فضله والله واسع علیم. شما خانه‌دار شوید. اون زنهایی که شوهر ندارند، خواه دختر هستند خواه بیوه هستند، هر دختری که هر زنی که شوهر نداره شما از آنها خانه‌دار شوید. و الصالحین من عبادکم و امائکم. این چونین اگر رفت و مثلا قدرتی دختری آزاد گرفتن نداشته باشه، بگذار کنیزک دختر باشد، غلام دختر باشد، اونها را خانه‌دار شوید. اگر از آزادها نتوانید، مادامی که صالحین باشد، کنیز مسلمان صالحه باشد، خانه‌دار شوید. ان یکونوا فقراء. اگر جوانی که خانه‌دار شدن میخواهد کم بغل باشد، یغنیهم الله من فضله. الله تعالی از فضل خودش به حاجت میگردن، بای میگردن. وعده هست. والله واسع علیم. الله تعالی ذات واسع است. یکی از نامهای الله تعالی واسع، ملکش وسیع است، قدرتش وسیع است، علیم است، نهایت دانشمند است، نهایت عالم است. جل جلاله و تقدست اسماء. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه در زیر همین آیات میگفتند که اطیعوا الله فیما امرکم به. الله تعالی شما را امر کرده است، از شما اطاعت کنید. یعنی به نکاح الله شما را به نکاح امر کرده است، شما اطاعت کنید، فرمانبرداری کنید. الله تعالی هم به وعدش وفا میکند. چی وعده کرد؟ غنا، بایگری را وعده کرد. بنابراین جوانای عزیز، خانه‌دار شوید، الله تعالی شما را بای میگرداند. بعضی انسان ها میگن که ما بای شویم بعد خانه‌دار میشویم و عمر میرود، 35 40 میشه، از این بین سلامتی از بین میرود.
بعدی 40 ساله و 30 ساله خانه دار شدن الکی نکاح اون لذت خود و ماهیت خود را گم میکند. همین که به بلاغت رسید اصلا انسان باید خانه دار شد. حضرت عمرو بن العاص در سن 10 سالگی خانه دار شده بودند. وقتی 11 ساله شدن الکی پسرشان عبدالله ابن عمرو به دنیا آمد. 12 ساله شدن بچه‌شان 1 ساله همراهشان میگشت. یعنی همین که به بلاغت رسید خانه دار شود. حضرت ابن عباس ترجمان قرآن هم در زیر همین آیت میگن که رغبهم الله فی التزویج، الله تعالی مسلمان ها را به نکاح ترغیب کرد، شوقمند کرد. و امر به الاحرار و العبید، آزادها را هم غلام ها را هم امر کرد. غلام ها هم اگر زمان غلام داری بود، اگر کدام انسانی که غلام دارد به غلامش امکانیت هست که خانه دار شود و هم نفس دارد. الله تعالی ترغیب کرد هم آزادها را هم غلام ها را که خانه دار شوند و وعدهم علیه الغنى، برای آنها وعده داد که بایگری را وعده داد و الله تعالی به وعدش خلاف نمیکنه. ببینید الله تعالی به بایگری وعده داد. ابن کثیر روایت ابوبکر و ابن عباس در تفسیری خود آوردن. خب در تفسیر قرطبی رحمت الله علیه روایت آوردن از جعفر ابن محمد صادق که از نبیره های جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم، یک مرد آمده است و نزدشان کمبغلی را شکایت کرده است. گفته است حضرت کمبغل هستم، میگن راهی بایشوی نیست. در قرآن بسیار راهنمایی ها هست برای بی‌حاجت شدن، برای خلاص خوردن از کمبغلی که ما در ابتدای صحبت ها بعضی از وسیله ها را بیان کرده بودیم و شاید یکم درس علاهیده چند وسیله هایی که الله تعالی سبب انکشاف و سبب پیشروی و موفقیت از در قرآن ذکر کرده است برای شما یک جای جمع آوری کرده نقل کنید. از جمله آنها نکاح است. بنابراین وقتی که این مرد آمده شکایت کرد که من کمبغل هستم، یگان راهی درست، یگان راهی بایشوی نیست، حضرت گفتیان که خانه‌دار شو. خانه‌دار شده است. این گونه سخنها را مفسرها میبیارند در کتابها. یعنی این نادر است یا یگان خلل در دیگر جا هست. خلاصه خانه‌دار میشد و کمبغل باقی میماند. بعد میبیان میگه که من میگه خانه‌دار شدم و هیچ خیلی که بودم خیلی ایستادیم، پولدار نشدم. بعد میگه که طلاق تعیین باشد. بعد وقتی که این فتواها را آدم ها دیدن، آمده حضرت جعفر صادق میپرسن که برای چی این گونه فتوا دادید؟ میگن که امرته بالنکاح لعله من اهل هذه الآیه، من او را به نکاح امر کردم، فکر کردم که او از اهل همین آیت است. سوره نور آیت 32 الله تعالی میگه که یکونوا فقراء یغنیهم الله من فضله، اگر آنها کمبغل باشند الله تعالی آنها را بای میگرداند اگر نکاح کنند. اگر فلما لم یکن من اهل تلك الآیه امرته بالطلاق، وقتی که دیدم که او از اهل این آیت نبود است امری به طلاق کردم. فلعله من اهل هذه الآیه، شاید که او از اهل این آیت باشد. سوره نساء آیت 130 الله تعالی میگه که و یتفرقا یغنی الله کلا من سعته، اگر همسر از شوهرش جدا شود. اینا البته پیش از این یک چند عملها را ذکر کرد که وقتی که اگر بین زن و شوهر نافهمی افتاد، در عائله جنگ و جدال سر زد، الله تعالی راهنمایی کرد یک وعظ و نصیحت کنید، درس دهید، تعلیم دهید، یک کس از طرف زن، یک کس از طرف مرد قاضی بیاد حل کند. خلاصه چندین وسیله های رو ذکر کرد. وقتی که اینا به خلاصه آمدن که همین زندگانی ما
یعنی آینده ندارد، بیفایده هست. نکاح ما نکاحی فایده‌ناک نیست. ما دو کس به هم دیگر درست نگرفتیم، نه از دین، نه از اخلاق، نه از دیگر طرف ها. ما به این خلاصه آمدیم که جدا میشیم. به همین حالت اگر رسیده آیند، الله تعالی میگه که ای یتفرقا، اگر از همدیگر جدا شوند، یغنی الله کلا من سعته، هر دوی آنها را الله تعالی از ملک خودش، از وسیگی خودش به حاجت میکنه. یعنی جدا شوند هم الله تعالی آنها را بای میگردونه. بنابراین جعفر صادق گفت این خموشک جدا شد. یعنی این نادر است، اجتهاد یک عالم است، ولی اصل این است که در خانه‌دار شوی خیر است. برادر عزیز، خب یک نقل از قتاده ابن دعامة السدوسی، تابعی بزرگوار، این به پدرها داخل دارد. پدرها خوب گوش کنید. قتاده ابن دعامة السدوسی گفتیم. البته این خیلی نام ها را بسیاری از اهل علم خطا تلفظ میکنن و برای درست تلفظ کردن نام ها یگان قاعده نیست، خیلی که حافظ ابن حجر مقرر کردن. برای چه قاعده نیست؟ برای اینکه این نام پدرش گذاشتگی هست و یگانه راهی فهمیش این سماعن، یعنی همین نام اونا چه خیلی تلفظ میکردن در همون وقتی که زندگی میکرد. قتاده میگفتن، نام پدرش دعامه میگفتن، نام نسبش سدوسی میگفتن. با همین تلفظ ها همین خیلی شنیده آمدگی هستن. بنابراین یکی از فضیلت های آموختن علم شریعت از استاد عرب، بله از استاد عجم هم علم گرفتن درست است، اجازت است، ولی یکی از فضیلت های استاد عرب این است که انسان سماعاً میشنود. یا استادش اگرچه عجم باشد، مانند امام بخاری یا ترمذی، لیکن از عرب ها زور بودند، برای که از عرب ها علم گرفتند. یعنی نام ها را درست تلفظ کرده. این نقطه برای طالب علم داخل دارد. بنابراین اگر کسی که از کتاب علم گرفته باشد، میبینید که سفیان ثوری را سفیان ثوری میخواند، یا یکی از باباهای امام ابو حنیفه را زوطی میخواند، حالا که اونجا زوطی هست، اعرابش خطا میخواند. برای چی؟ برای آنکه شنیدگی نیست، علم را سماعاً گرفتگی نیست. این یکم راهش. دویم راهش، بعضی از شارح‌ها یا علمای لغت یا علمای نسب این نام را شکلاً می نویسند، میگن که زوطی مثلا با ضمی ضاد میگن، یعنی زو، و با فتح تا گفته قید میکنن، همشه می نویسند در کتاب. این دویمین راهی، یعنی درست تلفظ کردن نام ها هست. قتاده ابن دعامة السدوسی، تابعی و بزرگوار، سال 117 هجری از دنیا گذشته هستند، میگویند که کان یقال، در زمانه های ما گفته میشد، یعنی این زمانه های صحابه ها را در نظر دارم، اذا بلغ الغلام فلم یزوجه ابوه، اگر فرزند به بلاغت رسد و پدرش وی را خانه‌دار نکند، فاصاب فاحشه اثم الاب، اگر همون فرزند یگان دستی به گناه زند، پدر گناهکار میشد. میگفتیم برای خانه‌دار نکردگیش. بنابراین پدرها آگاه باشید، دختراتون به بلاغت رسیده است، حتی 24 و 25 و 26 شده است، خانه‌دار نمیکنید، در فکری خانه‌دار کردنش نیستید. به هر یک شما میدونید که اونو چگونه شب میگذارونن. و اینچنین پسرهایتون همین که به بلاغت رسید، شما الکی گناه برای شما نوشته میشد. حتی یک عالم 3 روز این جانب در نمازشان خشوع و خضوع را گم کردند. اون لذت و اون حسیاتی که در نماز میچشیدند، اونو گم کردند. 3 روز میشد. اصلا نماز خیلی که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگفتن که اریحنا بالصلاه یا بلال، ای بلال
با نماز ما رو راحت کنون. یعنی اذان گویو، قامت بگو تا اینکه نماز خوانیم و لذت بریم. ریحنا بالصلاة، راحت کنون ما رو. و نماز نوری چشمی آنها بود. وقتی که به داخل نماز می در آمدن روحشان غذا می گرفت، چون که این علاقه بنده با آسمان است، با الله تعالی هست و روح انسانیت که از آسمان، از ماده آسمانی هست، غذاش هم از آسمان میشه. اما جسم، تنه که این از زمین آفریده شده است، از خاک، این غذاش هم از زمین است. بنابراین وقتی نماز می در آمدن راحت میکردن. و شیخ الاسلام گفتن که به هر حال پیامبر صلی الله علیه وسلم دروغ نمیگن. پیامبر صلی الله علیه وسلم گفتن که ما را با نماز راحت کنان ای بلال، مقصد اذان گو، قامت گو، با نماز خوانیم راحت کنیم. این برای آنهایی که در داخل نمازشان لذت میبردن، قوه روحانی میگرفتند، نماز آنها نوری چشمی آنها بود. و هم برای آن آدم‌های مثل ما که نماز فقط برای همین ادای فرض از مجبوری با یک گردنی بسته میخوانیم، تیز میخوانیم، وقتی که سلام میدهیم ما راحت میکنیم. برای چی؟ برای اینکه از باری گرانبها، از امانت، از وزنینی سبک شدیم. در دو حالت راحت هست. بعضی آدم ها در داخل نماز راحت میبرند، بعضی ها بعدی سلام دادن. قرض که تمام شد، یعنی یک نوعی سبوکی است. این همه حس میکنند. سلام که دادید سبوک میشید. اما اونها در داخل نماز هر یک دقیقه و ثانیه هاش لذت میبردن. نماز نوری چشمی آنها بود. همین چیز این گم کرده است یک آدم. بعد گناهایش را جستجو کرده است. چی گناه کردم که الله تعالی این لذت نماز از من گرفت؟ بین خود و بین الله تعالی جستجو کرده است، نیافته است. یعنی من چی گناه کردم که الله تعالی مرا از این نعمت محروم کرد؟ جستجو کرده است بین خود و بین الله تعالی. شاید یگان فرمان الله تعالی را اطاعت نکردم، شاید گناهکاری کردم. جستجو کرده است، نیافته است. سپس بین خود و بین مخلوق ها را جستجو کرده. یگان کسی را غیبت کردم، گمانی بد کردم، تهمت کردم، اذیت دادم، مالش را ناحق خوردم، چیکار کردم؟ گفته بین خود و بین مخلوقات کافته است، نیافته است. خوشا به حالش. معیده ترین مصیبت اگر به سرشان آید از گناه میدانستند. بنابراین فضیل بن عیاض رحمت الله علیه هم گفتن که من گناهم را از همسرم یا از همین حیوان، از همین خرم میفهمم. اگر همین خر اطاعت نکند، میگفتن که من چی گناه کردم که این اطاعت نکرد از مرا؟ یا اگر زن نافرمانی کند یا قاش و خواخ کند، میگفتن که من چی گناه کردیم که این به من اطاعت نمیکنه؟ چون که اصل مقرر در شریعت همین که من اصلح ما بینه و بین الله اصلح الله ما بینه و بین الناس. کسی بین خود و بین الله تعالی اصلاح کند، کمبودی نموشه بین خودش و بین الله تعالی، الله تعالی بین او و بین خلق اصلاح میکنه. همین بینید که امروز فلانی که دی جنگ دارید، فلانی که دی دشمنی دارید، هر روز با مردم مشکلی دارید، گاه با فرزنداتون، گاه با نزدیکانتون، دانید که شما با الله تعالی علاقتون خوب نیست. بنابراین الله تعالی علاقتون با نزدیکانتون یا با آدم ها ویران کرد. بنابراین شیخ الاسلام گفتن که کسی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم را حقارت میکند، حتی از زن و فرزندهاش بدبینی میبیند. یعنی فرزنداش او را بد میبیند، بگذار فرزنداش هم کافر باشد، لیکن همین پدر به دیگر سبب بد میبیند. همسرش هم بد، حتی از همین طعام و شراب و از همین چیزا لذت نمیبرد. یعنی یک گناهی بسیار کثافتناک، تحقیری پیغمبر صلی الله علیه و سلم، عیب کردنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم، مسخره کردنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم، از دیگر گناه ها فرق میکنه. این گناه نهایت صاحب کثافت است، بلاها را جلب میکند. همه گناه ها همین خیل است، لیکن این گناه
عاجلا، یعنی به تیزی جزاش میبینن در همین روزش. خلاصه بین خود و بین الله تعالی کافتیان نیافتیان، بین خود و بین خلق کافتن نیافتن. بعد همسرشون گفتن که یک دخترات فهمچی شاید یگان تی آنها به بلاغت رسید. بعد وقتی پرسجو میکنن یک دخترش 3 روز این جانب به بلاغت رسیده بود است. به بلاغت رسیدن این سنی 18 نیست. به بلاغت رسیدن این روزی که ماهانه میبیند و این در زمانهای قدیم بر وقت بود و در زمان ما اکثری دخترها در سن 12-13 سالگی یعنی به بلاغت میرسند. به بلاغت که رسید الکی یعنی مسئولیتی پدر و مادر زیادتر میشه. بنابراین سخن قتاده را یک مراتبه دیگر هوشیار میکنم برای پدرها مادرها کوشش کنید فرزندهای خود را تیزتر خانه‌دار کنید. وقتی که غلام به بلاغت رسید یعنی فرزند به بلاغت رسید او را خانه‌دار کنید. اگر خانه‌دار نکنید و دست به گناه زند شما گناهکار میشوید. رواه ابن ابی دنیا فی کتاب العیال، ابن ابی دنیا در کتاب عیال روایت کردیم. این علامه بکر ابوزید در کتاب حراست الفضیله نقل کردم. خب مسئله دیگر مسئله شوهر دادن زنهای بیوه زنها که از شوهراشون جدا شده آمدگی هست یا جدا شده برآمدگی است به یک خانه الهیده، خواه اجاره باشد خواه خانه را خرید است خواه از شوهرش باقی مانده است. خلاصه 10 سال می شود 12 سال می شود بیوه زن است و برادرها پدر مادر اینا به خداشون مشغول هستند. یک کوششی همین بیوه زن خانه‌دار کردن فکرش ندارد. یعنی این مسئله هم به نظر گیرید. وقتی که خواهر دارید یا اپه دارید یا بگذار خاله باشد یا عمه باشد میبینید بی شوهر است، کوشش کنید که همه خانه‌دار کنید، پیشنهاد کنید برای برادرایی. چقدر آدم ها زن کافته میگردن میگن که یک فلانی خانه‌دار کردن در کار، میگن که فلانی بی شوهر است، راهنمایی میکنید. امام بخاری گفتن که باب الثیبات، از این پیشتر باب تزویج الابکار، باب درباره خانه‌دار کردن دخترها گفتن. بعد از اون باب درباره خانه‌دار کردن بیوه ها، یعنی زنهایی که مراتب شوهر کردین وقتی که از شوهراشون جدا شدن یا شوهراشون وفات کرده اونهای خانه‌دار کردن لازم. همین که عدش برآمد، همین که 3 حیض نشست پاک شد، اونها رو خانه‌دار کردن لازم. تو صحبتی گذشته وقتی که کلمه سراسیمه استفاده کردیم بعضی‌ها انتقاد گرفتن که سراسیمه شدن لازم نیست به نکاح. بله سراسیمه به این معنای شتاب، یعنی هم موقع خانه‌دار کردنی پسر دختر نزدیکانتان باشد، کوشش کنید. یعنی این کار به قفا نپرتایید، اونای خانه‌دار کنید. در این ثواب است، خیر است، برکه است، عقد مبارک است. الله تعالی فرمان داده است به نکاح، الله تعالی راضی میشد، گناه کم میشد، حفظ و حمایه آبروی خودتان است. بنابراین نزدیکان خود را خانه‌دار کنید. و این چنین در سالهای آخر در بعضی کشورهای عرب علل خصوص نکاح مسیار برآمده بود و این در اروپا هم هست. نکاح مسیار از کلمه یسار، تیسیر، آسان کردن گرفته شده است. نکاح مسیار یعنی چی؟ یعنی نکاح آسانی. خیلی یک فرزند میخواهد خانه‌دار شود، در خانه پدر و مادرش زندگی دارد، مثلا 2 حجرگی خانه دارد، پدر و مادر در یک حجره، در یک حجره 3-4 نفر همراهی برادراش زندگی میکنند. مثلا امکانیت خانه دار شدن ندارد، دیگه خانه ندارد و به اجاره برای خانه گرفتن خانه ندارد، مبلغ ندارد، حالی دانشجو هست، مثلا حالی مکتب تمام کرده است 18 ساله، حالی 5 سال دانشگاه میخواند میشود 24 ساله. یعنی همین اون مبلغ ندارد، درآمد ندارد، امکانیتی خانه پیدا کرد، پدرش هم کم بغل است بیچاره.
نمیتواند چیکار کند؟ شهوت دارد، نفس دارد، احتمال رفتن به گناه زیاد است. چیکار کند؟ نکاح مسیار اجازه دادن. نکاح مسیار نکاح یک نوع سبوکی، مثلا عقد میبندند، پدر و مادری داماد با پدر و مادر کلینت رازگی همدیگر میدهند به نکاح میخوانند، شاید 10 نفر که یک طعام دهند، توی دهند به 10 نفر همسایه و خویش و تبارها مثلا، و نکاح هم میکنن. اینا وقتهای خالگی خانه‌داری میکنن، یعنی وقتی که پدر و مادر به کار رفتن، روزهای استراحت، کدام وقتی که فرصت پیدا کردن و امکانیت پیدا شد آمده خانه‌داری میکنن و در دیگر وقتها با جدایی زندگی کردن میگیرن. روزها وا میخورن، در کوچه در خانه وا میخورن. یعنی این نوعی نکاح آسانی یا نکاح سبوکی. یا بعضی زنها بای هست، حاجت به پول و مال شوهر ندارد، میگوید که من خانه‌دار شو، بگذار برای من تأمین زندگی به عهدت نگیر. یعنی از حقوق خودش تنازل کردن، فرامدن. این اصلش حدیث سوده هست. حضرت سوده بنت زمعه همسر جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم 60 گذشتگی بود، پیران سال بود و حس کرد که پیغمبر صلی الله علیه وسلم نسبت او رغبت ندارد. بعد پیشنهاد کرد، گفت که یا رسول الله شما مرا طلاق ندهید، بگذار من همسر شما باقی بمانم، یعنی تأمین زندگی مرا به دوش گیرید، رزق و روزیم بر شما هست، لیکن من حق خودم را به حضرت عایشه تحفه میکنم، یعنی برای من شب جدا نکنید. وقتی که نوبتی من می آید شب تقسیم کردن برای آدمی که زنهای زیاد دارد، شب تقسیم کردن واجب است. برای من شب جدا نکنید و به نزد عایشه روید، به نزد همسر دوست داشته‌ام. لیکن من فقط نامم در زیر نکاح شما باقی بماند. واقعا دلالت علما گفتن که این دلالت به عقلش میکنه و همین گونه او همسر پیغمبر صلی الله علیه وسلم از دنیا وفات کرد. پیغمبر صلی الله علیه وسلم از او راضی بودند و روز قیامت همراهی پیغمبر صلی الله علیه وسلم همچون همسر رسول الله صلی الله علیه وسلم بیدار می شود و این چنین در قرآن هم ذکرش آمد که و ازواجه امهاتهم و همسران پیغمبر صلی الله علیه وسلم مادران مؤمنان است. این شرف است، همین شرف در او باقی ماند. چون که یا رسول الله مرا طلاق ندهید، من زن شما باقی مانم، لیکن من از حق خودم تنازل میکنم. حق از واجب است که پیامبر صلی الله علیه وسلم یک شب به نزدش بیاید، لیکن او از همین حق تنازل کرد. همین میتواند زنها از دیگر حقوقها تنازل کند در صورتهای مثلا همدیگر فهمی. جوان چه خیلی که گفتیم خانه ندارد، آیلیگ ندارد، بلکه دانشجو هست، دخترم دانشجو هست، دخترم شرایطی خانه داماد کردن ندارد که جای دهند به خانه شنو، شوهر اینجا زنید. لیکن می شود روزهای خالگی، وقتهای خالگی خانه خالی میماند، یک حساب کرده زندگی کرده می ایستند تا زمانی که صاحب خانه شوند. یعنی برای خانه دار شدن شرط نه که انسان خانه الهیده داشته باشد، شرط نه که انسان مبلغ زیاد داشته باشد، شرط نه که انسان درآمد داشته باشد. حراست الفضیلت، حمایه فضیلت، حراستی فضیلت، حراستی شرف، حراستی آبرو، حمایه نفس از گناه، پاک نگاه داشتن انسان خودش را. حضرت علی گفتن که کل یوم لا نعصی الله عز وجل فیه فهو لنعید. هر روزی که ما الله تعالی را گناه نمی کنیم اون روز برای ما عید است. بگذار خانه نداریم، بگذار پول نداریم، ولی همسر داریم، گناه نمی کنیم. یعنی این نوعی اسلوب حیات برای خود، یعنی کشای این خیلی یک تنگبین و همین خیلی که عادت آمده است که پولدار میشی، خانه میگیری، توی بدواهیمه میکنی،
باید در تویت فلان حافظ و فلان صنعتکار به قول خداتان، حالا اینکه حافظ گفته حافظی قرآن گفته میشه، اینا نه صنعتکار هستند نه حافظ هستند، یا یاوه‌گوی و بیهودگوی، شعرهاشون عبارت از لهو و از دروغ و از سخنهای شهوت است. به همین های به تویاتون پول داده میبیارید، حرام است این کار. در تویتون کارهای حرام میکنید، زنهاتون به مردها نمایش میدهید، این کارها که حرام است. مقصد شریعت از نکاح فقط اعلان نکاح است، تا اینکه مردم باخبر شوند که فلانی و فلانی جفتی پاک هستند. یعنی این نکاح است، این از سپاه فرق دارد، بجایی نیست، پنهانی نیست، آشکارا است. خب خلاصه این مسئله یک نوع نکاح است. مسئله نکاح دیگر، نکاح موی سفیدان. بعضی انسان ها و می شود گفت اکثر انسان ها به این نوع انسان ها اهمیت نمی دهند. وقتی که یک موی سفید کمپینش که از دنیا گذشت، دیگه موی سفید بیچاره در یک خانه خودش خواب میکنه، خودش زندگی میکنه، کسی اهمیت نمی دهد. باره یک موی سفید در یک معرکه تعزیه نشستگی بودیم، بسیار کوشش میکرد که با همراهی من تنها ماند. مردم می آمدن می رفتن، می گفت که یک کمی بی آدم مانیم و من یک بعضی سخنها رو با شما گویم میکنم. بعد خلاصه تنها ماندیم، این سخنها رو میگم برای شما، برای آن که بسیاری آدم ها وقتی که آیت می بیارید، حدیث می بیارید، خوب خلاصه کردن نمیتونن. بنابراین من مجبور هستم که برای فهمانیدن همیشه ساده کرده از نقل خودم گپ زدم. موی سفید 86 ساله با یک چند بهانه ها، نمیگم همشه، چندین بهانه ها آورد. خب میگم خلاصه چی هست بابا؟ میگم خلاصه همین است که یگان من زن تید، مقصد فرزند من گوید به من زن گرانتیت. 2 سال این جانب همسرشان بیمار هستند، فلج. دخترها اومده در یک خانه الهیدی تا سحر به نوبت و نگاهوبی میکنن. 2 سال شده است. موی سفید در دیگر خانه، همسرش عموما بیمار است. میگن که پسری کلانی میگوید به من زنگ گرانتی هست. بعد فرزندشون زنگ زدیم اومد، اونم او 50-60 گذشتگی. این موی سفید 86 ساله. خلاصه بسیار زاری کردن که به من یک خانه زنگ گرانتی هست. بعد گفتیم که آخی برای این موی سفید زنگ گرانتی، پسرشون میگوید که مادرم زنده و سبحان الله هیچ گفی ندارد. آخی مادرت زنده بودنش وجودها که عدمی ها، وجودش مانندی نبودنش. اگر باشدم آخی این حق دارد با سیتی دیگه زنگ گیرد. مثلا شریعت براش حلال کرده است، الله براش اجازت داده است. میگو مادرم زنده و خیلی. خلاصه از همین درد و ناله های موی سفید یک چی فهمیدم که اکو ما هم جوان بودیم نمیفهمیدیم. همین که فهمیدم که موی سفید بسیار حاجت به زن دارد نسبت پیرزن ها به شوهر. پیرزن ها که شوهرهاشون مرد کن دیگه، فرزندها زیاد، نویره ها زیاد، اونا اگر رفت و خواهیش هم داشته باشن اینا به کله نمیگیرن، میگن این عار است، شرم دارن. علل خصوص مردمی دیهات و مردمی شهری که هم دیگر میشناسد از این شرم دارن. خلاصه رفتم به نماز عصر رو، اونجا موی سفید بودن 87 ساله، همسرشون گذشته بود، یگان سال پیشتر جنازه کرده بودیم خودمو. میدونستم که همسرشون وفات کرده است. بعد به دیگر موی سفید گفتم که اون فلانی رو گوید، گفتم اگر رفت و خانه‌دار شدنی باشن، حاجت به زن داشته باشن، من زن گرام میتیم. گفتم در یک مسجد 20 سال اینجانیم نماز میخوانیم با اون موی سفید. گفتم گوید اگر خواهش داشته باشن من زن گرام میتیم یگان برایشون. وقتی که موی سفید این سخن گفت است، اون آدم 87 ساله بودن. اول خندیدن، وقتی که خبر میشنن خندیدن، بعد گریه کردن. حالا هیچی گپ نه، یک خنده، بعدی خنده گریه، بعد دست برداشته در حق من دعا کردن. بعد گفتن که
همین گپه یک دهن یک مراتب اقل فرزندام گفتن. یک مراتب اقل فرزندام همین پیشنهاد به من نکرد، گفته گریه کردی. یعنی ببینید چقدر آنها احتیاج دارن. حتی با بعضیشون گاه شوخی میکردیم که آخر 85 در آمدید یا 90 در آمدید زن چی در کار، میگفتن که از همین کوچه آیی و همون سفید آمدی گوید همین خودش یک دولتی کلان است میگفتن. چون که انسان از 50 که گذشت هر روز دردی نو هست. الله که عصبها خراب شدگی هست، فشار هست، بیماری قند هست، چندین بیماری ها هست. الان خصوص وقتی که انسان 70 و 80 میرد بر زمین با کمپیرش که از دنیا میرد گویا که یک پاش از دست داد. اونا شبا درست خواب نمیکنن. اون شرط نه که مثال بعضی کارها اجرا شد، شرط همین که در برش یک آدم زنده باشد. و بسیاری فرزندا اینو فکر نمیکنن. اونا از چی میترسن؟ میگن که یک کامپیوتر میبیاریم پدر از دنیا که گذشت میراثخور میشد، نعوذ بالله. یا یک زنهای آورده پیشنهاد میکنن که عمیق میدونن که پدر امین معقول نمیکنن، دیوانه و یک کنج و کجاله و هر خیله های آورده پیشنهاد میکنن تا اینکه یعنی کردم. یعنی من یک بار به زنگیران دادنی شدم پدرم نخواستن میگن همیشه زبانی دراز میکنه. نه، پدرهاتون خانه‌دار کنید. روزی بود که اونا شما خانه‌دار کردن. همین که موسفید به کمپیر ماند در حال خانه‌دار کنید. یا اگر زنش بیمار است، کمپیر بیمار است مثلا، زن گرانتید برای موسفید. این چیز بسیار آدم ها اهمیت نمیدن. باور کنید به دعای پدر در آخر حیاتش گرفتار میشه، دعای نیکش. اگر زن گرانتید دعا میکنن. دنیا آخرتون آباد می زن گران دادن برای یک آدمی کلام، برای پدری پیرانسال یک کمپیر گران دادن هیچ مشکلی. اگر بعضی ها بهانه مونند که در شهر ما کمپیرها خانه‌دار نمیشه، و دیگر شهر را آخر برای خودت مییابی اگر لازم باشد. برای همین این یک مسئله مهمه که بسیار آدم ها اهمیت نمیدن. خب گفتیم سخن قتاده را که باید پدرها فرزندانش را خانه‌دار کند. بله در این مسئله اختلاف هست، بعضی ها میگن که واجب نیست، لیکن در کتاب انصاف آمده است که گفتن که یجب علی الرجل اعفاف من وجبت نفقته علیه. واجب است برای مرد پاک نگاه داشتن نفس آنهایی که نفقش بر ذمه این هست. نفقه‌ای که ها بر ذمه تان باشد، همانهای نفسش پاک کردن هم بر ذمه شما است. شما فقط خوراندن و پوشاندن نه، خانه‌دار کردن هم بر ذمه شما هست. من الآباء، از پدرها، و الاجداد. ببینید باباها گفتن، یعنی پدرتون اگر همین هنر را نداشته باشد باباتون به زن گران دادن، شما گرانتید نبیره هایی که 20 ساله هستید یا 18 ساله هستید و باباتون زن گرانتید مثلا. و الابناء، این چنین پسرها. یک آدم شرایط دارد، فرزندش است و فرزندش خانه‌دار کند. و غیر اینها، بگذار یک خالتون هست، یک عمتون هست، یک خواهرتون هست یا جیانتون هست، کسی که هست ممن تجب علیه نفقتهم، اونایی که نفقش بر ذمه‌اش است، یعنی فقط خوراندن و نوشاندن نه بر ذمه شما. این خانه‌دار کردن آنها هم بر ذمه شما هست، چه خیلی که تربیه آنها بر ذمه شما است. امام بخاری در صحیح بخاری باب علاهیده گذاشتن، باب تعلیم الرجل اهله و امته. باب درباره واجب بودن تعلیم دادن مرد اهل و عائله خودش را، یعنی به همسر و فرزندانش باید مرد تعلیم شریعت دهد، آنها را از عقیده صحیح، از حلال و حرام آگاهی کناند، فهماند، تعلیم دهد. و امته، خدمتگار زنکشم، غلامشم، زمان غلام داری بود، غلام و کنیزهای خودم از شریعت باخبر کنم که اونها در خانه این است، در زیر تربیه این، در زیر نفقه این کس، تربیهشون هم بر ذمه این است. آنها اگر در یک شبانه روز 2 مراتب یا 3 مراتب حاجت به طعام داشته باشن، 24 ساعت حاجت به تعلیم علم دارن. تعلیم هم ده. وظیفه اساسی پدر، راهبر خانواده، تعلیم و تربیه نیک دادن است.